میخوای توی خونه یه چراغ قوه بسیار قوی بسازی که کم مصرف باشه و با انرژی خورشیدی شارژ بشه؟ جدا از اینکه نیازی به شارژر نداره، فقط کافیه جلو آفتاب بذارین، خیلی کم شارژ میخوره. خب حتی تستش کردم که این حرفو دارم میزنم. خب بریم واسه لامپ جلو. این هم لامپ جلوشو ببین دوستان، واقعا فوق العاده است. خب اگه دوست دارید توی خونه یه چراغ قوه بسیار قوی و پرنور بسازین که کم مصرف هم باشه و طولانی مدت استفاده کنین، ما بهتون راهکارش رو یاد میدیم. حتی میتونین با نور خورشید شارژش کنین. این چراغ خوراک کوهنوردی و طبیعتگردیه. پس بفرستین واسه طبیعتگردا و اهل کمپ ها و اونایی که تور میرن. برای ساخت این چراغ قوه قوی یه لامپ و لنز کری نیاز داریم. یه دونم باتری لیتیوم یونی، یه دونم ماژول شارژ 4056، یه پنل خورشیدی 4 الی 9 ولت، کلید حالته و بعدش باید بریم سراغ درست کردنش. طبق ویدیو LED های لامپ رو جدا لحیم میکنیم. این LED برای حالت پخش نور توی تاریکی و کم مصرف هستش. حالا طبق شماتیکی که میبینین باتری ها، سیم ها و مقاومت ها رو به هم لحیم میکنیم. دقت کنید انصافا که دستتون رو نسوزونین. تو این مرحله از خلاقیتتون استفاده کنین، یعنی هر کسی یه جوری میذاره. شما هم از خلاقیتتون استفاده کنید و با وسایل دور و اطرافتون LED و باتری ها رو جاساز کنین، کاملا سلیقه‌ای. حالا چرا میگیم سلیقه‌ای؟ واسه اینکه به اون کسی که قشنگترین و پرنورترین چراغ قوه رو بسازه قرار جایزه بدیم. اول بگم که ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنین تا بهمون انرژی بدین و بعدی ها رو هم بسازیم واسهتون. اگه ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنین تا از کلی ایده و ترفندهای کاربردی با خبر باشین و بیخبر نمونین. آها راستی، شما همین چراغ قوه رو بسازین و برامون ارسال کنین. بهترین و قوی ترینش قطعاً جایزه داره. خیلی خیلی از حمایتتون سپاسگزاریم.
خب دوستان این تست لامپیه که ساختیم. لامپ بغلش این لامپ بغلش همون که با لامپ سوخته ساختیم. یه ذره فوکس میکنم. این دوستان خیلی کم مصرف این الان، یعنی این جدا از این که نیازی به شارژر نداره، فقط کافیه جلو آفتاب بذارین، خیلی کم شارژ میخوره. خب حتی تستش کردم که این حرف رو دارم میزنم. خب بریم واسه لامپ جلو. این هم لامپ جلو شد. ببین دوستان واقعا فوق‌العاده است نورش، خیلی نورش خوبه نسبت به چیزی که خریدیم. نسبت به پولی که داریم میدیم خیلی خوبه. تست برد هم بگیرم، اینجا جا نیست، نور هست، نمیشه تست برد گرفت. برد نسبتا خوبی داره، حالا شاید ولی بیشتر تمرکزم این منطقه رو به راحتی روشن میکنه. دوستان سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم با خودتون. و یک آموزش خیلی خیلی خفن تو راه در رابطه با چراغ قوه. فقط یک پوسته چراغ قوه قدیم واسه خودتون پیدا کنید. یک چراغ قوه 2 میلیونی رو با 300-400 هزار تومان میخوام سرهمیش کنم. بدرود تا کلیپ های بعدی. خدا نگهدار.